شام عیدانتان بخیر باشد همدیران عزیز و ارجمند. امروز در تاجیکستان از روز زبان دولتی استقبال کرده می شود. مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش که در چهارچوب سیاست‌های ورزش پرورانه سرور دولت محترم امام علی رحمان تأسیس یافت، از روز تأسیس یابی به فصاحت و ملیحیت زبان دقت ویژه داد. زیرا برای ما خیلی ضرورت خاصه بود که واژه و اصطلاحات مختلف رشته‌های گوناگون ورزش را به تاجیکی برگردان کنیم. بسیار رمزی است که امروز نیز محض در روز استقبال از روز زبان دولتی ما چنین یک برنامه را تهیه کردیم و برای یک صحبت مهمانان عزیز و ارجمند را دعوت کردیم که حال حاضر من ایشان را برای شما معرفی میکنم. سردار شعبه نامگذاری و تنظیم و اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استاد رحیمی زلفانیان، عبدالفتاح امینزاده نامزد علم‌های فیلولوژی، دیرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید. استادان عزیز، من میخواستم ما برنامه را از یک گفته استاد بازار صابر شروع کنیم. اون کس در یک شعر معمولی خود درباره زبان میگویند که آج گم کرد و زبان را گم نکرد، تاج گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد، رخت گم کرد و زبان را گم نکرد. یعنی در مرحله های مختلف ملت ما بسیار چیز را گم کرد اما زبان خود را گم نکرد و محض ان همین زبان که هستی ملت نامیده می شود او را تا به امروز همچون یک ملت کامل تا امروز ما آورد. خب فکر میکنم که واقعا شعر استاد بازار صابر شعر تاریخی است و حقیقتی تاریخی که بر سر این ملت بار بود. استاد توانستند که در یک نظم بسیار ساده تا اندازه ساده، چون همه مشکلی و دردها رو در یک نظم آوردند گفتند و چون سخن سر اصطلاح یا واژه زبان می رود و ما امروز که با نام زبان تاجیکی ارزش‌گذاری میکنیم، احترام میکنیم و در طول عصر تاریخ‌های بسیار طولانی ما می‌دونیم که بر سر این ملت چی آمد و این زبان هم چندین بارها به چه مشکلی‌ها دچار شد. خب درست قید کردن که این ملت یگانه چیزی که حفظ کرد برای خودش همین زبان و فرهنگ خود بود و در ادامه همین شعر فکر میکنم استاد بازار صابر خوب شرح دادن و میگن که در حد سرحدشناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است تو تو زبان دارد بسیار است و همین است که امروز ببینید شمار است به حد است و همین است که ببینید امروز وقتی که به تاریخ زبان تاجیک نظر می‌افکنیم و امروز از نقطه نظر آماری وقتی ما تحلیل می‌کنیم می‌بینیم که بیش از 116 و در بعضی آمارها بیش از 122 میلیون مردمی سیاره با زبان تاجیکی که ما امروز اعتراف ارزش‌گذاری می‌کنیم حرف می‌زنند. یعنی ما زبان رو حفظ کردیم و نو بحث از اون که امروز در کدام مرزهای مملکت‌های چی شرقی چی غربی زندگی میکنند با همین زبان حرف میزنند، با همین زبان رسم رسوم خود را ادامه میدهند. یعنی این ملت زبان خود را پاس میدارد و ما از نقطه نظر تاریخی هم میدونیم که یکی از رکن‌های اساسی دولت داری، یکی از رکن‌های اساسی پاس داشتن ارزش‌های ملی این زبان است. بله بله. به حساب ما همین در حوزه گپ شما همین است که البته تاجیک زبانان زیاده از 100 میلیون اگر باشند، صاحب زبانان گویندگان این زبان در کره زمین تایی 5 میلیارد رو تشکیل میدهد که ببینید سر کرده از کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، هندوستان، همسایه کشورهای آسیای مرکزی ما جمع تایی 5 میلیارد در 29 کشور دنیا با این زبان یعنی تاجیکی در پارسی حرف میزنیم. بسیار عالی، بسیار خوب. استاد عبدالفتاح در اینجا در تقویت شعر استاد بازار صابر گفتن که یعنی این ملت همه چیز رو از دست داد اما زبانش رو از دست نداد، اما در نوبت خود زبان هم ملت رو حفظ کرد. وقتی اگر به تاریخ درازای گویم زبان و رسالت های اجرا کرده اون تا به امروز بنگریم، دوره طلایی زبان تاجیکی ما دوران عهد سامانیان و چون عهد سامانیان شکست خورد و مغلوب شد و تنزل یافت، ببینید قریب زیاده از 1000 سال باز همین زبان دولتداری، زبان علم و ادب، زبان فرهنگ و تاریخ نگاری و
گرانگوری باقی موند. چرا؟ چون که سرزمینی ما بود ولی حاکمان تنها اجنبی بودن. باقی مونده همه ادبیات، زبان و فرهنگ از آن خودی مردمی یعنی بومی بود تهجویی و همین بود که با ارزگذاری، با پاس داشتن، احترام به اندازه داشتن نسبت به این زبان، علم و ادب ما بخصوص ادبیاتمون عالم شمول شد و حتی ببینید سرکرده از دوران غوریان علاقه زبان تاجیکی ما به هندوستان رفت و قریب زیاده از 700 سال زبان کارگزاری و دولتی کشوری بیم افسانوی هند بود تا استعمارگران انگلیس اومدن اینجا و ببینید که در دوام اجرای رسالت های خود این زبان همچون زبان دولتداری، زبان کارگزاری، زبان شعر و ادب خیلی رشد کرد و همین است که با این زبان امروز ببینید از 10 علامه شاعران بزرگ جهان 5 تاش فرزندان تاجیک و پارس هستند. این هم البته باعث افتخار این زبان و ما تاجیکان هست. اکنون خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی ببینید بعدی که نخست استقلالمان از زبان آغاز یافت قانون زبان تاجیکی فارسی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان سال 89 عصر گذشته به تصویب رسیده بود و همین قانون در دوران صاحب استقلالی 10 ساله یعنی 20 سال رسالت خود را اجرا کرد. کاملا رسالت های خود را اجرا کرد و در دوران صاحب استقلالی چون دولت و حکومت پشتیبانی و غمخواری را مرحله به مرحله برای زبان، برای رشد و گسترش زبان با توجه ظاهر میکرد و دستور هدایت ها میشد، ببینید که ضرورت پیش اومد تا یک قانون کاملا مکمل در کشور صاحب استقلالمان به تصویر رسد تا اینکه همین دستاوردها، مقصد، هدف، مرامهای کشور صاحب استقلال ما رو چکار کند؟ انعکاس کرده تاند. همین بود که 5 اکتبر قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در کشور ما تصدیق یافت و اینک ما با رعایت مقررات قانون مذکور در رشد و گسترش این زبان همزمان از پی عمل سازی دیگر سندهای معیاری حقوقی که برای جامعه ما در سیاست دولتی اوید به زبان گویم روانه گردیدند، ما گویم رشد زبان رو پیش برده استادیم. یعنی سندهای معیاری حقوقی من در نظر دارم قرارهای حکومت تاجیکستان درباره قاعده های املای زبان تاجیکی، درباره فهرست نامهای ملی تاجیکی، برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که همه مشکلات و معمای حل طلب سمت زبان رو گویم در بر گرفته استاده ما رو وظیفه دار میکنه تا از پی عمل سازی همین دستور هدایت ها باشه. اینجا بسیار من در حوشه گپای استاد رحیم زلفونیان هم همین درک کرده میدونم که وقتی با همین دورنمای آینده تاریخی همین زبان وقتی ما نظر میافکنیم میبینیم مشکلات های زیاد است. چون در آغاز گفتیم البته زیاییان اون نفرانی که واقعا به این ملت توجه داشتند، زبان و دیگر ارزش های ملی رو حفظ میکردند، ارزش‌گذاری میکردند، در همه دور وظیفه خود رو اجرا کردند تا جایی. ولی سخن درباره شخصیت‌های میراد که میراثبران اساسی بودند و این دولت رو راهبری میکردند. ببینید در یک چند دور زمان دورهای تناظر زبان تاجیکی هم یعنی زبان فارسی هم بود. خب مثلا وقتی که ما از به تاریخ دور نظر افکنیم اینجا استاد خوبتر میدونه، مثلا در دوره اشکانیان، کوشانیان، در این دوره ها زبان های رسمی دولتداری که شرطاً زبان فارسی باستان امروز نامگذاری شده است با همین زبان ها بود. یعنی دولت در حفظ زبان بود، زبان هم ملت رو حفظ میکرد همین گونه. ولی یک مدت های معین ما میبینیم که با تاثیر امیدهای گوناگون حتی خودی همون راهبرانی که از حسابی مردمی تهجوی بدن
یا آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت کسی بودند که خودشون مساعدت میکردند که همین زبان رسمی کارگزاری و زبان اداری تا یک اندازه از بین میرفت. مثلا در دوره صفوریون، در دوره طاهریون ببینید که اونها کوشش میکردند که زبان رسمی زبان عربی باشد. بله، در ارکان دولت هم حالا که ببینید در همون زمان اصطلاح عرب ببینید که چون آنها دیدن که ملت بسیار ملتی با فرهنگ هستند، ملتی دوستداری فرهنگ تمدن خود هستند، حتی اجازه دادن، حتی روایت فتوا دادن که یکی از زبان‌های بهشت زبان فارسی است و اجازه دادن که نماز با زبان خود این مردم با زبان تاجیکی خوانده شود. و تا امروز ببینید نیت نمازگذاری در میان مردم مسلمان تاجیک زبان تاجیکی است، اما خودی مردم تاجیک کوشش میکردن که به عربی برگردند. و یعنی اینجا من زحمت های به پایان یک چند سرسپرده ملت رو در همه دوره‌های تاریخی به اندازه و بی‌نظیر می‌بینم که کوشش می‌کردن که چون وقتی یک ریولوسیون می‌شود، یک انقلاب دیگر می‌شود، کوشش می‌کردن که همون زبان خود رو، ارزش‌های فرهنگی خود رو اول روی کار بگیرن. بله، در همین گیردار همین چیز از بین نرود. بله، ببینید همین چیزی تاریخی که استاد گفتن در زمان سامانیو ببینید که یکم کار کردن، کوشش کردن که زبان اداری، زبان دولت‌داری، زبان تاجیکی باشد. و همین تکرار تاریخی در زمان صاحب استقلالی شد، چون که ما گفتیم زیاییان کوشش کردن که در آخرهای پاشخوری اتحاد شوروی زیاییان کوشش کردن که زبان را دولتی کنند، یعنی از اون رسمی کارگزاری که در اداره‌ها با زبان روسی صورت می‌گرفت برگردند. استاد درست قطع کردن، شاعران و نویسندگان همیشه با زبان تاجیکی ایجاد می‌کردند. باز یک سرسپرده دیگر پیشوای معظم ملت محترم مهدی رحمان یکمین کاری که کردن سال 1901 باز سپارش الهی دادن که باید روزی زبان معین گردد، باید این زبان زبان دولتی باشد و حتی پیشنهاد کرد که قانون جمهوری اسلامی درباره زبان دولتی به تصویب رسد. بله، مهم قبول کردن قانون بود، چون وقتی که قانون است البته برای همه دیگر این چیز واقعا درست کرده. برای چی؟ برای که ببینید در دولت سامانیان بعد اصطلاح عرب و پنج شدن اسلام زبان تاجیکی برقرار موند و دوره طلایی گوییم تشکلیابی همین دولت و همین زبان آغاز گردید. ببینید زبان‌های عرب و مصری، سوریانی از بین رفتن بعد اصطلاح عرب و اسلام شدن آنها، ولی چون که زبان ما زمینه تاریخی در حفظ و حمایه رسالت خود داشت، یعنی اولین کتاب‌های گوییم محبوب نمیشد آسمانی و دینی و زبان ما این کتابی اوسطوی ما بود که این گویا سبب شد و سرچشمه بود که همون یک خدایی هم در اونجا تلقین میشد. بله، درج گرده و سروده شده بود و سراییده شده بود و همین رسالت ها ببینید زنجیر به زنجیر، سلسله دوره به دوره تا به ما اومده رسید و ما رو چون پیشوای معظم ملت پیوسته از احترام به زبان، ارزگذاری به آن، بی‌گزند نگه داشتن آن تاکید میکنند. این سیاست همین گونه سیاستی است که ما در دل خود همین مهر و محبتی ارزگذاری به زبان رو داشته باشیم، یعنی با این زبان، با واژه های این زبان، با نام های زیبایی به این زبان گذاشته شونده ما باید حتی افتخار داشته با همین زبان و با ثروت های معنوی همین ما باید که معرفی کنیم خود را. برنامه واژه‌ورز مخصوص یک لایحه بود با اون خاطر تهیه گشته بود که چون برای تلویزیون ورزش اکنون ضرورت پیش می آمد که تمام مسابقات داخلی فراقاروی و فراجهانی رو به زبان ناب تاجیکی به بیننده پیشنهاد کند. در این میان یک ایده از واژه و اصطلاح بودند که باید همچون یک واژه و اصطلاح تاجیکی و زبان ناب تاجیکی از جانب شارحان ما با مردم پیشنهاد کرده می شد. سپاس از کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، به ویژه از استاد که در انجام این کار برای ما کمک کردن. و باید یک نکته را ذکر کنیم که همین برگردان کردن واژه و اصطلاحات تاجیکی به دوری‌های دور رفت، حتی در مملکت‌های نه اینکه ایران و افغانستان که ما رو خوب میفهمم، حتی در مملکت‌های عرب زبان هم از این واژه و اصطلاح حال حاضر سر و کار میگیرند. یعنی آن چیزی که از زبان ناب شارحان ما پخش کرده می شود، چون در ممالک دیگر هم شنیده می شود، آنها اقتباس میگیرند، آنها با قول لذت میبرند، کیفیت میبرند. بیت یک سوژه رو تماشا میکنیم.
میخوایم راجع به تاجیکستان یکم براتون توضیح بدیم. تاجیکستان یکی از 3 کشوری هست در دنیا که به زبان فارسی یا پارسی مردمانش سخن میگن و گویش بسیار دلنشین و دلربایی داره. چون برنامه فوتبالی هست میخوام چند تا از این اصطلاحاتشون رو بهتون بگم. مثلا شما فکر کنید که به کورنر میگن کنجی. چقدر قشنگه. ضربه از کنجی. جناح چپ مثلا کورنر زده میشه، از کنجی چپ بله. ضربه زده یا میشه. مثلا به تیم میگن دسته. بله. و از این دست اصطلاحات خیلی زیاد دارن که اصلا خاص به خودشون. موقعیت چی میگن؟ این چیز جالبی. امکانیات. درست گفتم. امکانیات. و خب از این اصطلاحات زیاد دارن که خب خیلی هم جذاب و جالب هست. اینو گفتیم. حالا من این نکته بگم. به رود به رودخونه میگن دریا. به دریا اونو شما گفتیم. به دریا نمیدونم چی میگن، ولی میدونم به رودخونه میگن دریا که بیش از 900 رودخونه تاجیکستان داره. جز ذخایر در واقع آبی منطقه است. خیلی هم متشکرم. حالا خود کلمه تاجیکستان ترکیب شده از 2 واژه تاجیک و ستان. هر جا پسوند ستان بیاد به معنای سرزمین هست و تاجیکستان میشه حالا سرزمین تاجیک‌ها. افغانستان میشه سرزمین افغان‌ها. من همین گونه یک سوژه که این یک نمونه بود که ما برای بیننده ها نشان دادیم. اصلا در افغانستان و در ایران و چگونه که گفتیم در ممالک عرب زیاد ما و شما رو میشنوند، گوش میکنن به ویژه گزارش ها و برنامه های تلویزیونی ورزش رو که ما از همین واژه و اصطلاح مختلفی که بودن آنها رو برگردان کردیم. در برنامه واژه ورز یگان مرتبه به حیث یک کارشناس یا تحلیلگر من اشتراک نکردم، ولی همه برنامه قریب که همه برنامه شما تا تلویزیون تماشا میکنم و من تشکر و اظهار سپاس هم میکنم به کمیته تلویزیون و رادیو از حکومت جمهوری ترکستان، علل خصوص به شبکه ورزش. به کدام خاطر؟ به این خاطر که امروز در کلمه سازی، در پیشنهاد تهیه چنین برنامه یکی از شبکه‌های پیش قدم هم هستند. سپاس، تشکر. و مخصوصا همین لایحه یا برنامه که شما به اصطلاح واژه ورز نام کردید و ببینید نامش هم بسیار یک نام زیبا، نمیدونم که از جانب کی پیشنهاد شده است، ولی بسیار زیبا و عالی و روان است که حتی از جانب لایحه حساس ایجاد شده. اینجا ببینید یعنی اول واژه است که درباره کلمه ها حرف می‌زنه، دیگر ورز که این آغاز یمان ورزش است که اونجا یک سبقت ورزش است و دیگر اینکه یک قطار کلمه برای ساختن که الکی امروز یعنی ورزش تاجیک رو به زبان صرف ملی ما معرفی میکنند و استاد میدونن که زبان پدیده زنده است. بله. هر چی که خلق میسازد یا در تقلید و مانندی کلمه هایی که هست از دیگر ملت میگذرد به خود قبول میکند، یک مدت معنی استفاده میبرد. ولی ما گفتیم که کارشناسان، دانشمندان، زیایان موظف هستند در همه دور زمان که اصطلاح بسازند، کلمه ملی خود رو از نو احیا کنند. ما یک قطار واژه ارخیسی داریم در ساحه ورزش. ما شاهنامه ابوالقاسم فردوسی رو میدونیم که یک قطار واژه ورزشی در اونجا زیاد هستند، ولی امروز باید که در قطاری همین تلویزیون ورزش باید دیگر شبکه‌ها، دیگر کارشناسان هم باید چنین لایحه‌ها و برنامه رو پیشنهاد کنند برای زنده احیا کردن زبان ملی. باید که همیشه جهد کوشش کنند. امروز رقابت‌های فرهنگی است، رقابت‌های مرزی است، رقابت‌های سیاسی است. و در این زمینه باید رقابت‌های زبانی هم باشند. و امروز مثلا بحث و تحلیل زیاد است. یک ملت میخواد که این کلمه ما است، این زبان ما است. امروز بحث زیاد است. وقتی ما زبان ملی خود رو تهیه میکنیم، میسازیم، احیا میکنیم، فکر میکنم که در این روند ما باید قفا نمونیم. و اکنون میخواستیم سر صحبت خود برگردیم. خب ببینید که در زمان صاحب استقلالی ما املای زبان تاجیکی رو 3 مراتب عوض کردیم، اما فرهنگ زبان تاجیکی با همون دستوری که بود ماند استاد. اینجا میدونید همین چی نازکیت هست؟ اینجا باید با تماشابینان عزیز همین رو فهمونیم که در دوران صاحب استقلالی علاقه قاعده های املا 3 مراتبه عوض شد و بار آخر که من 30 ایون سال 2021 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید، من فکر میکنم این آخرین قرار درباره قاعده های املا خواهد بود. البته تغییر لایحه ها وارد خواهند شد، ولی آنچنانی که ما اون قاعده های املای سال 1998 بعد 2011 هم ببینید دویم مراتب در دوران صاحب استقلالی رو از اعتبار ساقط نمودیم. برای چه؟ برای اون که اکنون ببینید فرقیت خیلی زیاد است، چون که سبب ها خیلی گوناگون هم هستند، زیاد هم هستند. چون که اول اینکه
ما در بعد از سالهای 40 چون از زبان خط عربی اساسمون به لاتین و از لاتین سالهای 41 به کریلی گذاشتیم. ببینید در طول این زیاده از 80 سال ما هرچند می نویسیم ولی بعضی حرف های ما همین خیلی یک به طور صنعی هم صدا داده و نوشته میشه. چون که تا امروز ببینید تا امروز اگر در الفبای خط عربی اساسمون ما 3 صدا که او رو قریب استفاده بریم، حرف او یعنی اوی کوتاه از قبیل امید، بلبل، شتر، اوی کوتاه. باز اوی استوار داریم یعنی که اوی دراز میگویند. در کلمه های از قبیل اولو، اوهو، هندو، دور، نور، سور، سرود در هجای دیوم، درود. ببینید این اوی دراز است و حرف خود ندارد تا حال و این رو هم ما با اوی کوتاه می نویسیم. با اوی کوتاه و مثل که شتر بلبل نوشتیم عیناً این کلمه هایی که دراز کشش می دهند و صداها که استوار هستند ما با اوی عادی می نویسیم. اکنون طبق قاعده املای نو ببینید حرف او رو که از این دو او فرق میکند در صف کلمه های تاجیکی استفاده میبریم. یعنی در 135 کلمه واژه های تاجیکی از قبیل کلمه هایی که تاریخاً یاد دارن، مثلا روی، جوی، جو، بوی، شوی، موی، مو، اینها همه با او نوشته میشن و با او در همین ریشهشون که هست کلمه سازی میشن. از این 135 واژه ما میتونیم 5000 10,000 واژه و اصطلاحات سازیم. چون که یک کلمه روز ببینید روز، روزه، روزانه، شبانه روز و غیره ها همین گونه. بعد خیلی در دیگر کلمه های هجایی بسته‌دار از قبیل مثلا گوشت و پوست و دوست و سوخت و یا اینکه کلمه های دو هجایی مثلا از قبیل شکوه، فروغ، کلوخ برای مثال. ببینید همین اکنون ببینید در قاعده های املا هرچند گویم در با قرار حکومت تصویب هنوز بعضی کمبودی دیده میشوند که این جزئی هستند ولی اون رسالتی که اون قاعده های املای پیشین در سال 98 سده گذشته و در سال 2011 به جا آوردن، ببینید در قاعده های املای نوین 119 تغییر علاوه وارد کرده شد. یعنی سوال به میون میاد که چرا پژوهشگران اهمیت ندادن یا که خنون نظری کردند یا اینکه برای چی این خیل شد؟ چون که در دوران صاحب استقلالی دوره به دوره غمخوری و پشتیبانی چون از بیوسته از جانب پیشوای معظم ملت پیوسته مشاهده میگردد ما رو وادار نمود تا اینکه عمیق در پی حل و فصل مسئله گردیم. یعنی با پژوهش ها با تحلیل و مقایسه های زیاد از جانب متخصصان کمیته زبان با جلب دانشمندان زبان شناس گویم مقامات های داخل دار اکادمی ها وزارت معارف دانشکده ها ببینید قاعده های املا به تصویب رسید و اینک اکنون رعایت آن طبق قرار مذکور حتمی است برای هر یک وزارتی داره تشکیلات مؤسسه در حجت‌نگاری و در کارگزاری. اکنون من یک سوال دارم از هر دوی مهمانان عزیز ارجمند خواهش میکردم که مشخصا جواب بگویند. برخی از صاحب نظران برانند استادان که وارد گشتن واژه و اصطلاح مختلف از زبانهای بیگانه به زیان زبانی ما هست. برخی کارشناسان دیگر به این اندیشه هستند که نه، برعکس به قول اسیمیلیت شدن زبان مثلا یا بلکه غنی شدن زبان تاجیکی ما از حساب زبانهای دیگر زبان ما را غنی تر میکند. خب شما چی نظر دارید؟ اکنون در این تمایل میدونید اول پیش از اون که گویم که زبان از حساب کلمه های اقتباسی یا اینکه اینترنشنالی بین المللی میگن بعضا بوی میگردد. واقعا این درست
است که بوی میگردد، ولی بویگردی نه به اون معنی که ما در دوران پیش از صاحب استقلالی و حتی هنوز هم بعضا در کاربردی بعضی کلمه های اقتباسی بیگانه یعنی با سهلنگاری ها با سراسیمکاری ها اون رو قبول میکنیم، اون رو حتی اون قبول عام میگردد، تیز زبان زد میشود. این البته نه به منفیت قناوتمند گرداندن زبان بلکه به زیان برده میرساند، بلکه خراب میکنه. بله خراب میکنه، چون که ما طوری که من استاد قید کردن واژگان معادل های آن رو که همچون ارخائیسم یا که همچون به فراموشی رفتن. ارخائیسم هم نه، ما حتی نمیشنویم نمیدونیم، چون که ما فرهنگنامه ها رو ورق نمیزنیم، همچون صاحب زبان در ساحه های تخصصی از پی جستجوی معادل و گونه های تاجیکی اون نمیشویم. برای همین بعضا ما زبان رو خراب میتونیم کنیم. من فکر میکنم که عموما تاریخ زبان خودش اثبات کرده است که هر اشیا یا خود هر یک اصطلاحات صحابه که از جانب یک ملت کشف کرده میشود به زبان ورود میکردد، او یک مدتی معین میتواند اگر جایگزین خود یک عباره و شکل دیگری اون را نداشته باشد در هر خلقیت ملت همون گونه استفاده شود. مثلا اصطلاح کامپیوتر فرض کردیم، ماشین و دیگر چیزهایی که اختراع میکنن در همون شکل میستد، گرچنده که بسیاری ملت ها کوشش میکنند که مثلا معادل اون عوض کننده اون رو از اصطلاحات خود جویا شوند یا حداقل اقل به زبان شناسان دستور میشود که اصطلاحی به همین مانند که عوض کننده همین آلات یا تکنیک باشد سازند. مثلا کامپیوتر ایرانی ها امروز رویانه ترجمه کردن، عرب ها فوتبال رو کرات القدم میگویند. یعنی میتواند امروز ما هم ملکه هم از نقطه نظری علمی بازه بسیار مستحکم داریم که کمیته زبان و اصطلاحات نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان است، انستیتوت زبان و ادبیاتی به نام استاد عبدالله رودکی است که علمان کارشناسان زیاد است. زبان ناب تاجیکی اونقدر قدرتمند است که دل خواه واژه و اصطلاح رو گونه‌اش رو در ترکیب خود دارد و ما اون گونه دانشمندان و عالمان داریم که همین گونه ها رو برای مردم پیشنهاد کنند. بزرگان ما در گذشته خود تا جای توانستند با قدر توان و امکان خود این زبان را حفظ کردند، نگه داشتند، آوردند و دیگران دادند، دیگران به میراث گرفتند، آوردند تا روز استقلالیت ما آوردند. و خوشبختانه چگونه که ذکر کردیم با ابتکارات سرور دولت محترم امام علی رحمان این زبان قانونی خود پیدا کرد، قاعده خود پیدا کرد، در پشت و پناه دولت ماند، در پشت و پناه قانون ماند و امروز فصاحت آن نگه داشته می شود. اما از امروزیان ما، از ما و شما باز چی طلب است که این زبان به آیندگان به همین گونه که گذشتگان به ما دادن، به همین گونه ملحیت، به همین گونه زیبایی، به همین گونه شیوایی، به همین گونه خوشی برسد به قوله. اینجا بسیار امیدهایی است که ما کاربرد کنیم. پیش از همه برای گویم زبان در کتاب خیلی فعالانه گویم معرفی می شود در ایجادیات، در آثار شاعران و همزمان در معاشرت عملی می گردد. در معاشرت که باشد ما ببینید طریق و بخصوص رادیو، تلویزیون، شبکه های اجتماعی تلویزیونی که گفتاری، برنامه های گفتاری و گویم شنیداری و دیداری قطعی معرفی می شوند. همچنین سینما باید که ما چنان فعالانه در این سمت ها گویم بهر رشد و گسترش زبان، یعنی در رعایت قالب های زبان ادبی معیار، زبان ادبی گفتگویی باید چنان باید سخندان شویم، سخندان باشیم که هر یک عادی‌ترین گوینده و گویم صاحب زبان رو نمونه عبرت گردیم. این یکی از عامل ها. دوم سرکرده از سر دسترخوان خانواده، باغچه و کودکستان ها، مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی یعنی مکتب ها، دانشگاه و دانشکده ها ما باید در دایره زبان ادبی معیار گفتار کردن معاشرت رو باید گویم جاری کنیم.
به طور یک با یک و عادت همیشگی تبدیل بدهیم خودشناسی، خودآگاهی، با یک بیداری، با یک مهر و محبت نمونه عبرت به هم دیگر در جایهای جمعیتی، در کوچه، خیابان، بازار، نه با لهجه باید که با زبان ادبی گفتار کرد. آن همین گونه زبان ادبی گفتگویی رو ما در پایتخت عزیزمون باید که جاری کنیم. این رو کی میکنه؟ این رو اهل ضیا، معارف. پیش از همه معارف باید پیشگام باشد تا اینکه ما زمینه ها رو آماده ساخته ایستاده از پی انمی هدف ها با مقصدی بیگزان پاک و بی‌آلایش نگه داشتن زبان ادبی معیارمون کوشش ها کنیم. خب من فکر میکنم چون امروز جامعه جهانی با سرعت پیش می رود. امروز جامعه در یک روندی با سرعت ترقی کردن قرار دارد. من فکر میکنم که یک چند نقطه های اساسی است که حتما باید رعایت شود. یکم اینکه همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره استفاده یا معیاری زبان تاجیکی باید که درست و سری وقتی در دل کارخانه و اداره‌ها رعایت کرده شود. بله. و دیگر اینکه یکی از چیزهایی که امروز داغ جامعه است در قطار وسایل اخباری عامه زبان شبکه‌های اجتماعی باید معیار رعایت شود. امروز معرفگر یا همون یک گروه یک شبکه‌های مخصوص اجتماعی است که امروز گویا فرهنگ رو معرفی میکنن ولی متأسفانه بسیار زبانی دغل دشنام کلمه روسی تو خیانت به این زبان به این ملت نکنن. برای همین در حوزه سخن شما باید ما چیکار کنیم؟ باید که در مکتب در سیستم معارف انا همین مسئله ها و انا همین نازکی ها رو با گویم همین باطینی انمون خواننده مکتب باید جا کنیم. مهر محبت و ارجگذار بودن به زبان، یک غرور خودشناسانه، یک بیداری، افتخار ملی رو پیش از همه در گویم نوده در حالت جوانی و نورسیشون وقتی تعلیم و تربیه میکنیم باید در شعور ذهنی آنها در نهاد آنها باید بیدار کنیم، جا کنیم، بیدار کنیم که بعد آنها ملت دوستدار، وطن دوستدار، زبان دوستدار شده به کمال رسند. یک چیز به خاطرم آمد براستی همون یک حکایه خوبی رسول غمزاتف که در کتاب داغستانی من است. در اونجا یک روایت هست که یک پیغام از پسرش به مادر بله یک کمپیر همه وقت یک پسرش رو گم کرده بود، همه وقت سر راهی دیه می برآمد و فرزندش رو انتظار میشید، هرچند که با او میفهمانیدن نه او همه وقت او رو انتظار بود. در رسول غمزاتف میگوید که من اتفاق افتاد که من در فرانسه باشم، در پاریس با اون نفر واخوردم. خلاصه قصه کرد، بسیار گریه کرد و پیغام فرستاد که من با مادرش بیارم. چون برگشتم به خانه پیش مادرش رفتم و از فرزندش پیغام رسانیدم. مادر اولین چیزی که پرسید همین بود که پسر من با کدام زبان با شما صحبت کرد؟ من گفتم که با زبان فرانسوی. مادر گفت که اکنون فهمیدم که فرزندم مرده است. یعنی به همین گونه زبان بزرگی دارد که نه اینکه یک فرد بلکه ملت چگونه که چند مراتب در اینجا ذکر کردیم یک ملت هم میتواند که در پناه خودش نگه بدارد. دوستان عزیز ارجمند، از نام همه شما با مهمانان عزیز اظهار سپاس میکنیم و گفتنی هستیم که در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زباندار است وطندار است او، تا زباندار است بسیار هست و به حساب است، به شمار است، به حد است. دیگر چیزی نباید اضافه کرد و یک بار دیگر همه شما رو با روز زبان دولتی تبریک و تهنیت میگوییم و از شما تمنا داریم که همه وقت زبان ناب تاجیکی مادری خود را به آلایش نگه بدارید. در همینجا برنامه ما به انجام رسد. خیر.